رئیس ولایت سوغد به تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف گفته است که به مشکلات آنها در نزدیکترین فرصت در چارچوب قانون رسیدگی خواهد شد. مقامات این ناحیه 3 سال باز تلاش دارند تاجران این بازار بزرگ را به بازار نوی که در کنار شهرک مهرآباد برادر رئیس این ناحیه بنیاد کرده است پوچانند و جای بازار پیشتره بناهای استقامتی و دیگر انشاءات اجتماعی و فرهنگی بنیاد خواهد شد. ولی تاجران میگویند که این کار بدون رضایت آنها و پرداخت ارزش مالکیتشان انجام میگیرد و بحث را تا دادگاه اقتصادی بردند. لاله یعقوبا و وکیل دفاع که از حقوقهای برخی تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف حمایت دارد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز شنبه گذشته عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوغد حدود 10 نماینده تاجران را قبول کرده گفت که به مشکلات آنها رسیدگی میکند. مظفر یونوسوف سخنگوی رئیس ولایت سوغد روز 27 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی قبول نمایندگان تاجران بازار مرکزی ناحیه رسولوف با رئیس ولایت سوغد را تصدیق کرد. او گفت که قادری به تاجران اطمینان داد که مشکل آنها را دادگاه اقتصادی حل خواهد کرد و مقامات در چهارچوب قانون از حقوقهای آنها به مالکیت حمایت خواهد کرد. باید حکم نایب خلاصه شد بود وقتی خلاصه شد بود سال بعد با مثلا میبینیم شد. ضمناً قادری در یک صحبت قبلی خود با خبرنگاران نیز گفته بود که کسی حقوق مجبوراً به جای دیگر انتقال دادن فروشنده ها را ندارد و او به رئیس ناحیه رسولوف کامل سلیمزاده که بازار نو به برادرش اکمل سلیمزاده تعلق دارد بی‌طرفی را پیشه کند و مشکل با راه قانونی حل و فصل شود. فیض الله قاسمی معاون اول رئیس ناحیه رسولوف در صحبت با رادیوی آزادی در شرح بحثی بین مالکان بازارهای نو و کهنه گفت که بازار پیشتره بر اساس نقشه کل و بازسازی مرکزی این ناحیه تخریب و جای آن بنای بسیار آشیانه و دیگر انشاءات فرهنگی بنیاد خواهد شد. این در حالی است که قسمتی از مالکان بازار کوچانیده شده با راه دادگاهی جهت بیکار کردن قرارهای حکومت ناحیه رسولوف و دریافت ادامه فعالیت در جای کاری پیشتره خود تلاش دارند. این بحث ها در دادگاه اقتصادی سوغد در خوجند بررسی می شود و دعواگران می گویند روزهای نزدیک شنیدن قرار دادگاه را انتظارند.